سلام بچه‌ها، خیلی خوش آمده. این ویدیو اومدیم ماینکرافت یه دونه دستگاه ردستونی خیلی خفن و کاربردی بهتون نشون بدیم. قبل از اینکه ویدیو شروع کنم لایک صاف فراموش نشه. با رفیقم حسین اومدیم بریم برای بازی لیتس گو. خب بچه‌ها، شما به این وسایل نیاز دارید: ردستون، پیستون، پله، اسلپ، از این توزگرا با این نظاره‌گر، با یه دونه دکمه. شما بچه یه دونه ردیف ستایی میکنین اینجا رو، یه دونه بلاک بذار این وسط. آره بلاک بذار. خب بچه شما میاید این وسط یه دونه ردستون میذارید، بعد این وسطش رو تو پله بذار. این وسط ردستون هم یه دونه پله میذارید، این دو طرفش هم پیستون میذارید. برو اون ور حسین. اینجوری نه، اینجوری. برو اون ور، نکن اینجوری. خب بچه شما اینجا میرید دو تا از این دستگاه میذارید. بشید، اشکال نداره. خب بچه شما میرید اینجا میذارید، بعد این پشتش هم یه دون از این اسلپ ها میذارید. اینجاش هم یه دون دیگه از این کوزه‌گرا میذارید، از اینا. بعد روبروشون هم از این دستگاه میذارید. بعد تو این دستگاه 3 ردیف فایربال میذارید. بدرست این تو وایسا من فایربال بیارم. این وسط برای سرورهای سوروایولی که میخواید از دوستتون انتقام بگیرید یا چیز، جوره بیسش میسازید و اینو امتحانش میکنید. این وسطش هم میتونه دکمه میذارید و توی این دستگاه هم فایربال میذارید. 3 استک فایربال. البته تمام فایربال. 3 استک. آره 3 استک فایربال. 1 استک، 2 استک. من دارم میندازم زمین. 3 استک، 4 استک، 5 استک و 6 استک. برشون دار اینا. باشه برشون میدونم، برشون داشتم. باشه و واسه من این واسه من مرتب کنم. خب بچه گذاشتم. گذاشتی؟ آره هر سه تاشون گذاشتم. خب گذاشتیشون؟ آره. خب وایسا بچه شما اینجا سوروای میکنید، فرق نداره سوروای باشه یا کریتیو. من میزنم. باشه بزن. آره بزن. نگاه کنید بچه ها، اینجوری یه دونه دستگاه خیلی خفن رو ردستونی دارم. اصلا یه چیز خیلی نابه، خیلی نابه. هر چقدر فایربال دوست داشتید میتونید داخلش بذارید. بعد فایربالاش هم خیلی کم استفاده میشه. نکنید الان خیلی کم استفاده شد، دیدید؟ خب این هم از دستگاه ردستونی خفنمون بچه. اونجا هم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خداحافظ.